سلام بر بچه یوتیوب، چطورین؟ من ویرگام و بار دیگر خوش اومدین به ویدیوی از چنل من. آقا تو این قسمت از SMP تره بار ما اومدیم که بیسمون رو تو این SMP خفن بسازیم، پس همراه من باشین. برو بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب آقا نها کنین، وسایلی که ما نیاز داریم بلاک های کوارتزه دیگه، با یه کمی پلنکس فعلا اینا رو داریم. شیشه هم میخوایم، لنترن هم میخوایم، اینا رو فعلا داریم. حالا بیسمون چجوریه؟ بیسمون اینطوریه که یه حالت یه مربع 9x9 و یه مربع 9x8 و مثلا گوشه هاش، یعنی اینجا 1 2 3 4 تا میایم بالا، اینجا هم 1 2 3 4 تا میایم بالا. خب حالا کاری که باید بکنیم اینه که اینجا رو بکنیم و جای اینا هم کوارتز بذاریم. خب این هم از این. یه حالت اینطوری درستش میکنیم و اینجاها رو به هم وصل میکنیم، حالت اینطوری. اینجا رو یادم رفت، اینجا هم 1 2 3 4، اینجا هم 1 2 3 4. حالا اینجا داستانش چیه؟ اینجا پله میخوره و اینا رو ما به هم وصل میکنیم اینطوری. خب تموم، اینجا هم وصل کردیم، یعنی بیس بایدوه یه حالت اینطوری گرفته و الان اینجا اینجا رو وصل نکردیم. خب اینجا هم وصل میکنی. الان از اینجا پله میخوره میره تا اون بالا و یه حالت اینطوری هم باید بیاد. حالت اینطوری میاد و از اینجا پله میخوره میره بالا. اینجا با کوارتز میپوشونیم، اگه اشتباه نکنم. آره اینجا با کوارتز میپوشونیم. چیزی که میخوایم، من صدای موزیک گیم رو بیارم پایین، کلا صداش نیاد. چیزی که میخوایم بایدوی یه حالت پله است. پله هم اینطوری میخوایم هم اینطوری، ولی فعلا پله رو اینطوری برمیداریم. 12 تا شاید کافی. حالا بذار بیشترش کنیم، یه خورده به نکنم چوب کم بیاریم. ایستا میکنیم. بیا کم هم آوردم میرم میکنم دیگه، مشکلی نیست. دوتا اینطوری 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 اینم از این. و حالا اینجا رو با اینا پر میکنیم. خیلی خوب. ببین الان یه حالت پله خیلی خوشگل میخوره میاد بالا. پشت اینو ما چیکار میکنیم؟ چقدر هم جاش بده، جمع خاک نه. پشت اینا ما یه حالت اینطوری. خب پشت اینو یه حالت اینطوری هم بد نیست، یه حالت اینطوری، حالت اینطوری میذاریم. این قسمت نمیدونم فعلا باید چی کار کنیم، ولی خب حالا بازم اون قسمت تا گوشه ها رو 1 2 3 4 تا میایم بالا. خب ببین اینجا رو یه حالت 4 تایی که اومدیم بالا دیگه باید به صورت پله‌ای ما اینجا رو به هم وصل کنیم. فکر کنم کوارتز کم بیارم، خیلی پله بهمون کم داد و متاسفانه باید بریم کوارتز بکنیم. تا شما در این ویدیو رو لایک میکنیم من برم کوارتز رو بکنم و بیام. خب بالاخره تموم شد، رفتم کلی کوارتز کندم. حالا اینجا که ما 4 تا زدیم بالا به صورت اینطوری، اگه اشتباه نکنم بعد اینا رو این سری با پله وصل کنیم و خیلی هم کار سختیه متاسفانه، ولی خب دیگه بیس قشنگی بسازیم دیگه. آقا پله ها تموم شد.
و حالا ما باید کف اینجا رو اینطوری با پلنکس پرش کنیم و امیدوارم پلنکس همون کم نیاد فقط. و تمام. حالا این برم همین کارو میکنیم. و متاسفانه پلنکس همون تموم شد. برم یکم چوب بزنم و دوباره برگردم. خب آقا فکر می‌کنم به اندازه کافی چوب زده باشم. شما کاری که میکنین، حالا ما طبقه بالا رو تکمیل کنیم اینجاشو. خب بریم طبقه پایین. شما اینجا رو اگه میخواین خونه عین من بسازین، اینجا رو میکنین. خب اینجا رو با پلنکس پر میکنین. بذار من برام بخوابم. شما به شدت زیادی به کوارتز احتیاج دارین. حالا اینجا رو دیگه میشه قسمت مزرعه. یعنی چی؟ یعنی شما فقط ردیف اولو میکن. فقط هم زغال زیرش. و ردیف اول مثلا اینطوری از اینا میذارین. ردیف آخر هم میکنین. ردیف آخر خب آب قرار میگیره و این وسط تو کامل شخ میزنیم. بیشتر هویج بذارم چون هویج بچه رو خیلی میخرم. هویجی، سیب زمینی و بشکه آب میخوام راستی. حالا میایم ردیف آخر رو میایم اینطوری آب میذاریم. این از اینجا، این هم از اینجا. آب بمون حالت صافر. و چی میکاریم؟ هویجمون کم اومد ولی خب دیطوری نیستی، تا در بیاد دوباره میکنه. خیلی خوب. و اینو بذاریم اینجا. ما از اینا زیاد میخوایم، 32 تا رو میخوایم. ما روش کارمون اینطوری که از یه دونه اینطوری و یه دونه اینطوری، یعنی یکی در میون اینا رو میذاریم. خیلی دارم خونه شیکی درست میکنم، احساس میکنم. نکنین این ور در و حالا اون ورش هم درست شد. اینجا رو فقط شیشه میکشیم. این هم از اینجا. خیلی خونمون قشنگ شد از نمای بیرون. اینو بکنم. خب بریم طبقه بالا. این هم شیشاش این طبقه پایینه دیگه. و متاسفانه شیشه کم آوردیم. ای ولی چقدر من زندگی رو دوست دارم. برم شیشه بذارم بیام. خب آقایون من اومدم با 64 تا با یه استک دیگه. 64 تا چیه؟ و تکمیل شد. اینجا تکمیل شد. حالا این برای چی کار میکنیم؟ این برای من میخوام یه حالت بالکنش کنم. نظرم خیلی قشنگ شد حاجی. این طبقه بالا ما احتمالا مثلا اینجا هم بخوایم. طبقه بالا که میره خب باید یه چیزی داشته باشه دیگه. اول صبر کنین. ما این 16 تا دیگه بسازیم چون ما اینجا بعد یه حالت نرد تور درست کنیم. حالت اینطوری درست میکنیم. اینجا یه حالت اینطوری درست میکنیم، یه حالت نرد تور. حالا احتمالا این پایینش خراب کنم. خب آقا این خونمون تا اینجا این شکلی شد. یعنی اینجا در قرار میگیره ولی این دیگه خیلی شیشه است به نظرم. ما مثلا اینجا اگر بیایم یه بار در میونش مثلا اینا از اینا بذاریم
قشنگتر در نمیاد خدا وکیلی. میون که اینجا از اینا نخوره دیگه. از اینا بزنیم. بذاریم من این قسمت رو کلن درش کنم. اینطوری میشه و به نظرم این خیلی کلاسیک تر و بهتر شد. اینجا هم یه در قرار میگیره. حالا توی مثلا بقیه پارت ها میبینین که من اینجا رو چسمس گذاشتم. اینجا چسمس میخوره. اینجا که مزرعه است میدونین. اینجا یا اکواریوم میزنیم در آینده. طبقه بالا اینجا که بالکنه. خب یعنی یه ویو خیلی جذاب داره. اینجا هم تخت و اینا و تزیینات قرار میگیره دیگه. مرسی از این که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردین. عاشقتونم. تا یه ویدیوی دیگه. See you soon.